روزانه صدها خانواده به خاطر قالین هزینه میکنند. اما چگونه یک قالین خوب و با کیفیت انتخاب بکنیم؟ یوسف جان، ماشاءالله ایت یک قالین فروشی کلان هم وجود داره؟ قالین فروشی نسیم زاده است. بسیار خوب. این رنگایش هم میبینی رنگ نشده، رنگ خود رنگ است و پشم طبیعی. کاملا طبیعی موجود است، دیده میشه. یک دیکور مختلف کار شده. دیکور خاص بسیار شده. عالی. بسیار عالی. رنگ دیگه که شاید دیگه نباشه. بسم الله. نظیر آن وجود نداره. یک رنگ بسیار خاص است. ما در ظرف 15 روز کاری در سر تا سر جهان به شما میرسونیم. روزانه صدها خانواده به خاطر قالین هزینه میکنند. اما چگونه یک قالین خوب و با کیفیت انتخاب بکنیم؟ اکثریت ما در هنگام خرید فقط به طرح و رنگ توجه میکنیم. اما کیفیت، دوام و نوع بافت و انتخاب دقیق چیزهایی هستند که بعدها اهمیت پیدا میکنند. به همین دلیل ما اینجا هستیم تا فقط محصول معرفی نکنیم، بلکه تمام اطلاعات در مورد قالین دستبافت وطنی بر شما ارائه کنیم تا آگاهانه انتخاب بکنیم. پس همراهی بکنیم. وطندارای عزیز سلام، خدا کنه که خوب باشین. اینجا بزرگترین نمایشگاه قالین دستبافت افغانستان، گروه قالین فروشی های نسیم زاده است. بیاین که در دنیای قالین هستیم، معلومات خوبی کسب بکنیم. سلام. السلام علیکم. یوسف عزیز، حالتون چطور است؟ خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ قربان شما، تشکر. یوسف نسیم زاده امروز با ما است تا قالینای دستبافت افغانی خود ما و شما که هویت و اصالت افغانستان است به تصویر بکشیم و به معرفی بگیریم. یوسف جان، ماشاءالله ایت یک قالین فروشی کلان هم وجود داره؟ بله. بسیار عالی. قالین فروشی نسیم زاده است. بسیار خوب. نمایشگاهی که در سطح افغانستان نظیر ندارد. اگر شما توجه بکنین دانه دانه قالینایی را که میبینین با تعداد هزار و چند هزار قالین در اینجا موجود است. مثل از اینجا در ولایات افغانستان، در کشورهای مختلف دنیا که نمایندگی های مختلف داره، شما هر نوع قالینی که دوست داشته باشین در اینجا پیدا میشه. بیاین که امروز از یوسف جان بگوییم که تاپترین قالین نمایشگاه کدام از با کدام ظرافت ها که برای ما معرفی بکنه. فعلا که ما چند نوع قالین موجود داریم، چند نوع قالین موجود داریم که فعلا مردم افغانستان بیشتر خوش دارن و با همین گپ سنتی ما که مد شده. بله، مد که شد دیگه هر قسم شو میخرن. بله. بیاین که مد روزه ببینیم. این قالینای غزنی است. قالینای چوب رنگ هم میگن، قالینای هزارگی هم میگن. این قالینای چوب رنگ، نام خدا وزنم زیاد است که ما بتانیم نتانیم. کدام یک شب ببینیم؟ هم یک شب ببینیم. بسیار عالی. قالینای مد روز، قالینای چوب رنگ که ما و شما میبینیم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. شاداب جان، این نقشه را که میبینیم، بله، این نقشه به نام نقشه سلطانی مشهور است
که از یک باغ گرفته شده به نام بله سلطان آباد. از بله، اونجا بله. گرفته شده و پشم قالین که میبینی بله این رنگایش هم میبینی رنگ نشده، رنگ خود خوب، رنگ خوب، است خوب. و پشم طبیعی. کاملا طبیعی در این موجود است، دیده میشه. بسیار عالی بسیار عالی. رنگ طبیعی خود پشم، یعنی پشمای استفاده شده که هم رنگ طبیعی خودشان رنگای است. گیاهی کار شده بله. در این و بعض رنگای دیگر هم میبینید رنگای گیاهی است که با هر نوع دکوراسیون خانه شما مطابقت داره. بله بله و این جا. قسمت های قالین هم ببینید فرمایشی است. فرمایش شده، بله. یعنی یک دیکور مختلف کار شده. دیکور خاص کار بسیار شده. عالی بسیار عالی. هموطنان عزیز، ما و شما خو قالین هر کدام ما به خاطر از اینکه از مهمانای خود خوب پذیرایی بکنیم، خانه خود خوب منظم جور کنیم، به قالین ضرورت داریم. ولی خوبیه که قالین وطنی و افغانی خود ما و شما داره، قالینای دستبافت اکثریتش رنگای انتخاب شدن که رنگ طبیعی و خیلی خوب ست میشه با رنگ اتاق و خانه و بقیه لوازمی که ما در خانه استفاده میکنیم. یعنی رنگ‌های مختلف، رنگ طبیعی و گیاهی و رنگ نباتی است که ما شما میبینیم و رنگی است که بر روح، روان، بر ذهن ما هم تاثیر مثبت داره. بسیار خوب است. و ناگفته جا. نمانشاد دادیم. از این قالین چند رنگ دیگه ما موجود بله. داریم. رنگ سیاه از ایران موجود داریم. بله. خوایی رنگ یگان مشتری های ما که زیادتر فعلا رنگای چوبی و رنگای روشن مد شده و رنگای سبز هم هر نوع رنگ ازی تقریبا 6-7 رنگ از این موجود داریم. بسیار خوب. سایز ازی؟ سایز ازی از 1 متر گرفته تا خب 24 متر از این موجود داریم. یعنی هموطن ما اگر بخواهد که سایز خانهشان هر اندازه که باشه در اینجا به مو اندازه قالین موجود است. بسیار عالی. به امروز قالین چوبی یا مد روزه به معرفی گرفتیم که انواع مختلفش هم میبینیم، با هم یک جا ظرافت، زیبایی، رنگای طبیعی که داره با هم میبینیم. و این رنگش که است شاداب جان به نام رنگ کریمی یا چوبی هم میگن که فعلا مشتری های ما زیادتری را میپسندن. و این که است یک رنگ خاص است، رنگ دیگه که شاید دیگه نباشه. بسم الله. نظیر آن وجود نداره. یک رنگ بسیار خاص است. رنگ بسیار خاصه که همه تو یک جلایش داره که مستقیم به دل کار میکنه. این با او مشتری های متفاوت پسند است دیگه. بله بله. در بین مشتری ها و هموطنای ما کسایی هستن که میخواین جنس های خاص انتخاب بکنن. رنگ زنگالی یا فیروزه‌ای که میگن این رنگ است. بسیار عالی. و این رنگ که داخل براتون مندازم این رنگ فولادی است. رنگ فولادی روشن است که این رنگ هم فعلا مد شده و از زیادتر مشتری های ما میپسندن. بسیار عالی. و یک عادت بگوییم یا یک خاصیتی که این قالین داره، شما از هر زاویه که نگاه میکنین یک رنگ مختلف میبینین. این خو داره شاداب جان، از 4 طرف 4 رنگ معلوم میشه. بله. از این طرف همون طرف که خوش است بله. تاریک‌تر است و برعکس از او کس روشن‌تر معلوم میشه. از اون طرف روشن است، از این طرف شما تاریک است. ببینین نسبتاً تاریک به نظر میاد. از این طرف شما تماشا کنین و ظرافت ها را که دانه دانه در مورد شما گپ بزنیم کم است. بله. افتخار افغانستان است قالینایی که ما و شما میبینیم. قالین دستبافت افغانستان است. در هر قالین حدوداً 10 خانواده نقش مستقیم داره. خرید یک قالین کمک میکنه برای 10 خانواده که در اطراف افغانستان با دستای خود ایره میبافن و تا ای که به اینجا میرسه. یوسف جان، یک چیزی که در ذهن من یال سوال پیدا شد، یکی کسایی که در کابل هستن، در افغانستان هستن، میتونن که
از فروشگاه های نسیم زاده خریداری بکنن. اگر کسی از بیرون از افغانستان خوش داشته باشه که یک فرهنگ و اصالت و تاریخ خود با خود در بیرون از افغانستان که قالین از داشته باشه چی کار بکنه؟ گروه شرکت های تولید و تجارتی نسیم زاده افتخاری ایران داره که تمام اجناس و تحایف باشه، قالین باشه، هر چیزی که بخواین که از افغانستان بخواین ببرین، ما در ظرف 15 روز کاری در سر تا سر جهان به شما میرسونیم. پشت دروازه. بله. بسیار عالی. با ما باشین، همراهی بکنین، تاپترین، نابترین و خاصترین قالین‌های افغانستان به معرفی میگیریم.